حالا که ما وارد این سایت شدیم عزیزان، اولین قدم و اولین حرکت اینه که داخل این سایت ثبت نام کنیم. این سایت ثبت نامش اجباری و همچنین در کنار اون رایگانه. پس حتما حواستون باشه که ثبت نامتون رو انجام بدین. اما به چه صورت ثبت نام میشه؟ اینجا یک کله آدمک داریم در اینجا، دقت کنین. روی این کله آدمک که کلیک بکنیم یک صفحه برام باز میشه نوشته ساین این. و بعد از اینکه ساین این رو بزنیم، خب ما اینجا بخشی هم داریم به اسم پایین نوشته من حسابی ندارم و میخوام ساین آپ یا ثبت نام انجام بدم. و ثبت نام رو که میزنیم در ادامه میایم و نوشته ساین آپ، حالا گوگل و حالا یا فیسبوک، یا میتونیم حتی مثلا با اپل آیدی یا ایمیل رو انتخاب کنیم. راحت ترینش ایمیله. ایمیل رو انتخاب بکنید. به این علت که اینا رو که انتخاب بکنید پسورد تعیین نمی‌کنید، بعدا نمیتونید با مثلا گوشی دیگه‌تون یا مثلا کامپیوتر دیگه‌تون وارد حساب تریدینگیتون بشین و ایمیل بهترین حالته. حتی اگر جیمیل دارین به اینجا جیمیلتون رو وارد بکنید و پسورد تعیین کنید. بعد از اینکه جیمیل رو وارد کنید، برای تعیین پسورد ناکنید عزیزان، باید چندین حرف، حروف بزرگ، حروف کوچیک انگلیسی، اعداد، اشکال بنویسید که این 5 تا خط پر بشه و خیلی پسورد لازم داره بنویسین. ساده بخوام بهتون بگم حداقل 10-12 رقم باید پسورد نوشته بشه تا قبول بکنه و من ربات نیستم رو کلیک میکنیم و حساب خودمون رو در این سایت میسازیم. پس با هم دیگه یاد گرفتیم چطوری در داخل سایت تریدینگ‌ویو حساب خودمون رو ایجاد بکنیم. حالا من ویدیو رو یک استاپ میدم و وارد حساب خودم که از قبل ایجاد کردم میشم و میریم با هم دیگه کار کردن با این سایت رو یاد بگیریم. خب همونطور که می‌بینید دوستان، من وارد حساب خودم شدم و اینجا دیگه به جای اینکه بخواد یه آدمک نمایش بده، یه حرف انگلیسی می‌نویسه که نشان از اینه که ما وارد حساب خودمون شدیم. حالا می‌خوایم توی این سایت یک نمودار رو بیاریم، یک ارزی رو بیاریم. اول نکنید تو این صفحه اول ما چه امکاناتی میده؟ میاد قیمت شاخص‌های مهم اقتصادی رو برای ما اینجا قرار داده. در بخش پایین‌تر اومده اخبار رو برای ما میاره و نظرات ادیتورها یا همون تریدرها و تحلیلگرها رو نشون میده. استریم هایی دارن که میان داخل این استریم ها لایو تحلیل میکنن و یا اینکه لایو ترید میکنن که میتونین ببینین، اما خب خیلی فایده کاربردی نداره. به این علت که من باور دارم که یک تریدر یک ارتش تک نفر است، باید خودش تحلیل کنه، باید خودش معامله گر باشه و نیازی به این استریم ها و این تحلیل ها نداشته باشه. و اتفاقات اخیری هم که افتاده و داستان های مهم رو اینجا قرار میده و این نمای کلی سایت. اما اون بخشی که ما نیاز داریم اینها نیست، بلکه ما فقط به همین سرچه که اینجا قرار داده برای ما نیاز داریم، برای اینکه یک نمودار رو بیاریم. حالا میخوایم یه نمودار بیاریم، یک کلیک میکنیم این سرچ رو باز میشه. ما میخوایم نمودار ارز دیجیتال یا فارکس یا هر چیزی رو بیاریم، باید دو بخش رو بنویسیم. اول نماد اون ارز، دومین بخش اینه که در مقابل چه چیزی معامله میشه. مثلا نماد بیت کوین رو میخوام بنویسم، میشه چی؟ BTC. حالا که نماد بیت کوین رو نوشتم، بعد چی میخوام بنویسم؟ در برابر چه چیزی معامله میشه. مثلا در برابر دلار، یورو، مثلا USDT یا همون تتر خودمون اینجا باید نوشته بشه. مثلا USDT. بعد وقتی بیت کوین به USDT رو بنویسم، یک لیست جامع و کامل میادش و از ارزهای دیجیتال برای من میاره که هر کدوم همشون بیت کوینن ها، اما صرافی‌هاشون متفاوته. اینجا بایننس، اینجا کوکوین، اینجا اوکیکس، بای بیت و صرافی مختلف. اونی که بهترین و منظم ترین صرافی هستش و نمودار هستش کلهم همیشه بایننسه و بهتره که همیشه همین اولی که بایننس اسپات کریپتو هست انتخاب کنیم. اگر 1% بایننس نبوده دیگه بعد از اون کوکوین و اوکیکس هم خوبن. خب حالا ما میایم و روی این بیت کوین USDT بایننس کلیک میکنیم، لانچ چارت رو میزنیم و منتظر میمونیم تا نمودار BTC USDT برای ما لود بشه. خب حالا این نمودار بیت کوین به دلار هستش که برای ما آورد. اولین بحث اینه که ما اگر بخوایم این نمودار رو عوض بکنیم و یا اینکه تغییر بدیم و یا هر اتفاقی توش بیفته، باید اینجا روی این BTC USDT که سمت چپ بالا برای ما قرار داده شده کلیک بکنیم و دوباره بخش سرچ میاد و ما میتونیم به راحتی دوباره تغییرش بدیم و مثلا یک چیز دیگر میتونیم، مثلا اتریوم، آدا یا هر چیز دیگه. بعد اینجا که کلیک بکنیم اخبار موضوعاتی که در مورد حسابمون هستش، اتفاقاتی که افتاده و چیزای جدیدی که اضافه شده رو میاره. ما میتونیم حتی مثلا رنگش رو بذاریم رو سیاه یا روی سفید که انتخابش با خودتونه. من فعلا برای ویدیو قرار میدم سفید، اما پیشنهاد میکنم همیشه از رنگ دارک مود استفاده بکنید، چون که در بلند مدت اگر بخواید از نمودارها در
حالت سفید استفاده بکنید به چشم هاتون آسیب میزنه عزیزان. خب از این بخش رد میشیم، میایم اینجا توی این سایت. اولین بحثی که وجود داره در مورد این ابزارهای سایت تریدینگ ویو بخش تایم فریم هستش که میاد تایم و یا زمان نمودار رو به ما نمایش میده. تایم فریم در اصل چیه؟ مدت زمانی که طول میکشه تا نمودار از این نقطه که هست یک حرکت بره جلوتر. فرقی نداره که این حرکت بیاد پایین، بیاد بالا، صعودی، نزولی و یا حتی درجا بزنه. تایم فریم نمودار یعنی مدت زمانی که طول میکشه یک حرکت بره جلو. مثلا الان تایم فریم نمودار 1 روزه است و هر حرکتی که نمودار انجام میده دقیقاً 1 روز زمان میبره. مثلا من میتونم تایم فریم رو از روی 1 روزه کلیک بکنم و بذارم روی 1 دقیقه و در 1 دقیقه باز دوباره هر حرکت نمودار 1 دقیقه زمان میبره. دقت کنین عزیزان، نباید تایم فریم خیلی پایین و یا خیلی بالا باشه. تایم فریم های مناسب معمولا همین 15 دقیقه، 1 ساعت و 4 ساعت هستش که من فعلا میذارمش روی 4 ساعت. بخش بعدی که جالبه در مورد این تایم فریم این بخش ستاره است. شما هر تایم فریم رو بخواید انتخاب میکنید، اینجا روی ستارهش کلیک میکنید، اینجا براتون میاد دسترسی سریع ایجاد میشه و راحت میتونید روش دسترسی سریع داشته باشین. دیگه نیاز نباشه لیست رو باز بکنید. مثلا 1 ساعت کلیک میکنیم، ستارهش روشن میشه، دوباره میایم تو 4 ساعت ستارهش روشن میکنه و اینا رو داریم دیگه. راحت میتونیم سریع بهشون دسترسی پیدا بکنیم. میایم اینجا انواع نمودارها حالت مختلفی داره. این نمودار خطی، ما مثلا نمودار میله‌ای هم داریم، بعد نمودارهای مثلا ستونی رو داریم، بعد مثلا این نمودارهای ستونی که اینجا هستن و یا مثلا نمودارهای مثلا محدوده‌ای رو داریم. اما نموداری که عرفاً ازش استفاده میشه کندلیه که میادش و به صورت کندل ها ما نمایش میده به ما نمودار رو. و برای اینکه پیداشون بکنیم، ببینید الان کندل ها رو من اگه گم کردم بعدن یک راه یادتون میدم در آینده این ویدیو که کامل تنظیم میکنید نمودار رو که اینطوری نمودارتون نره، ولی خب میتونید با یک حرکت دادن نمودار راحت پیدا بکنید کندل ها رو. خب الان این نمودار به صورت کندلی هستش که کلا کندل یعنی شمع و در مورد بحث کندل ها اگر میخواین اطلاعات کامل کسب بکنین ما مقالات بسیار جامعی در این بخش داریم که در سایت تریدینگ ویو قرار داده شده، ولی کلا نمودارهای کندلی مرسوم تر هستن نسبت به نمودارهای دیگه و عرفاً از اینها استفاده میشه. بخش بعدی بخش اندیکاتورها، ابزارهای کمکی که ما کمک میکنه بفهمیم کجا باید وارد معامله خرید بشیم و یا کجا باید وارد معامله فروش بشیم. اندیکاتورها عرفاً این کارو میکنن و در حکم یک ابزار کمکی. مثلا یک اندیکاتوری که وجود داره مثل RSI رو من الان میارم، RSI رو جستجو میکنم، اینجا مثلا اومده، من اگه دلم بخواد میتونم حتی ستاره دارش هم بکنم، تو بخش فیوریت هم بیاد و کلیک میکنم که باز میشه. ببینید عزیزان اینجا مثلا RSI رو به ما نشون میده که میگه مثلا در کف ها وقت خریده و در سقف ها وقت فروشه. و اندیکاتورها غالبا زیاد ابزارهای جالب و کاربردی نیستند و بیشتر پرایس اکشن جواب میده توی ارزهای دیجیتال و زیاد در مورد استفاده از اندیکاتورها بهتون پیشنهاد نمیکنم. اما یه بخش جالبی در مورد اندیکاتورها وجود داره. بذارید بهتون بگم، اینجا بخش اندیکاتورهای معمولی تکنیکال و فاینانشال مالی و اینها هستش، اما این اندیکاتور خیلی جالبه. اندیکاتورهای کامیونیتی اسکیپ، اندیکاتورهای دستسازی که مردم ساختن و برای استفاده قرار دادن. نکنین عزیزان لیست کاملی از این اندیکاتورها هستش و ته نداره. میتونید هر چی دلتون خواستش بگردین و توی این اندیکاتورها تست بکنید. اگر اندیکاتور خوبی پیدا کردین برای معاملات خودتون استفاده بکنید. اما غالبا توی دنیای ارزهای دیجیتال اندیکاتورها جوابگو نیستن. این از بخش اندیکاتورها. حالا این فلش کنار اندیکاتورها هست، اگه بزنین لیست اندیکاتورهایی که فیوریت کردین و ستاره دار کردین اینجا براتون میاره و میتونید ازش استفاده بکنید. پله بعدی بخش آلرت به چه معناست؟ یعنی بیاد به شما اخطار بده که قیمت به این عدد رسیده یا به این عدد نرسیده. مثلا بیایم آلرت بزنیم رو قیمت مثلا 33000 یا مثلا 34000 و وقتی قیمت به این عدد رسید بیاد به ما اعلام بکنه که قیمت به اینجا رسیده و حالا وقتشه که ما بیایم معامله بکنیم یا معاملات خودمون رو ببندیم یا هر چیز. این آلرت به طور کلی وسیله کاربردی نیست، به این علت که یک حالتی داره که بیاد به شما SMS بده که کلا برای شماره‌های ایران بسته است و یک حالت هم داره تو تلگرام به شما پیام میده که خب اون نیاز به فیلتر شکنتون واسه باشه. و اگر ما بگیم فرضاً شما شماره خارجی هم داشته باشین یا اصلا تلگرامش هم استفاده بکنید، باید این حساب پولی و اکانت ویژه‌ش رو بخرید تا بتونید از این آلرت استفاده بکنید. مثلا من یه آلرت الان قرار میدم برای نمونه، مثلا میگم بیت کوین رد بشه از چه عددی، مثلا اینجا عدد رو می‌نویسم مثلا 35000 که محدوده مهمه برای بیت کوین، بعد میذارم قیمت رد بشه، یعنی که مثلا کراس آپ بذارم، رد شدن رو به بالا، رد شدن رو به پایین،
بالاتر رفتن، پایینتر اومدن، ورود به کانال مثلا فلان، ورود به کانال مثلا فلان و درصدی و حرکتی هر کدوم که دلتون بخواد. من مثلا کراس آپ رو میذاریم، پرایس رو هم میذاریم، میگیم یک بار خبر بده، هر دفعه که رد شد خبر بده که ما میذاریم روی یک بار. بعد اسمش رو مثلا چی بذاریم، هر اسمی دلمون خواست، هر پیامی که دلمون خواستش بعد میتونیم بذاریم. بعد میگیم تا که اکسپایریشن، یعنی همون تاریخ انقضا، بعد این تا کی اعتبار داره، مثلا ما میتونیم بذاریم تا یک هفته دیگه، مثلا تا 2 هفته دیگه. بعد از اینکه انتخابش کردیم ما میتونیم بذاریمش و بگیم حالا کجا ما اعلام بکنه، مثلا بیادش ایمیل بفرسته، بعد مثلا بیادش تو تلگرام بگه خب کلا گفتم ایمیل یا اس ام اسش خب نیازمند اینه که شما حساب پولیش رو خریداری کرده باشید. این از بخش آلرت. بخش بعدی بخش ریپلای، یک ابزار فوق العاده خاص و بسیار کاربردی که اهمیت بسیار زیادی داره. بذاریم برام تو تایم فریم روزانه بهتون نشون بده. این ابزار میاد چیکار میکنه؟ ادامه نمودار رو پاک میکنه. مثلا من میام و یک بخشی از این نمودار رو انتخاب میکنم، مثل اینجا رو میام انتخاب میکنم و میاد این ادامه نمودار رو برای من پاک میکنه و بعدش من میتونم راحت بزنم که مثلا بره جلوتر یا اینکه بیادش عقب‌تر و این نمودار حرکات خودش رو انجام بده و کندل به کندل برای من میره جلو یا میادش عقب و من میتونم تمرین بکنم ببینم خب حالا نمودار میاد پایین، نمودار میره بالا و یا چه اتفاقی برای نمودار میفته و بر اساس اون که تحلیل کردم بیام و معاملات خودم رو انجام بدم. بعد اینجا هم یه بخشی داره خیلی کاربردی، واقعا با اینکه یک بخش ساده است بسیار اهمیت داره. مثلا من یه وقتی میام خط روند میکشم اینجا، ببینید عزیزان، میام این خط روند رو که کشیدم اشتباه میکشم یا هر اتفاقی که میفته، مثلا رنگش رو هم میذاریم بنفش، بعد این خط روند اشتباه کشیدم، خراب کردم و یا هر اتفاقی که افتاده، میام این دکمه برگشت رو میزنم و این خط روند رو برگشت که بزنم پاک میکنه. پس کار این چیه؟ حرکت به عقب و یا حرکت به جلو. وقتی که چارتتون خراب میشه نبندین نمودار رو لطفاً. حتما این حرکت به عقب رو بزنید که راحت نمودارتون درست بشه و از اون بستن نمودار استفاده نکنید چون ممکنه کلا خراب بشه. بعد بخش بعد اینجا بخش سیو کردن هستش که شما میتونید بزنید که نمودارهای شما تحلیلاتون سیو بشه و یا سیو نشه. اینجا دیگه بخش کاربردی وجود نداره جز این بخش دوربین میادش برای شما از نمودار عکس میگیره و بعد از اینکه از نمودار عکس گرفت این عکس رو پخش میکنه. مثلا میذاریم دانلود ایمیج عکس از این نمودار، مثلا خط روند کشیدم یا هر محدوده کشیدم و یا اینکه مثلا میذارم کپی کردن لینکش، کپی ایمیج، این خیلی استفاده میشه و میتونید با استفاده ازش اینجا عکسای نمودار مثلا ذخیره بکنید و برای خودتون نگه دارید. پابلیش هم که بزنید میادش و این عکس نمودارتون رو توی جامعه پخش میکنه، توی جامعه تریدرها پخش میکنه و شما میتونید نظرات خودتون رو ارائه بدین. این ردیف بالای ابزارهای مهم در سایت تریدینگ ویو. حالا بیایم سراغ ردیف سمت راست. و اما در ردیف ابزارهای سمت راست اولین و مهمترین بخشش همین واچ لیسته. شما کلیک که بکنید یه واچ لیست برای شما باز میکنه که میاد ارزهای مختلف رو نشون میده. شما میتونید مثلا روی این واچ لیست کلیک بکنید، بعد مثلا این SPX شاخص همون S&P 500 که خب ما مثلا تو ارزی چرا استفاده نمی‌کنیم، بعد بیایم پاکش کنیم، یا مثلا این شاخص دیگر رو پاک کنید. اینهایی که نیاز ندارین رو پاک کنید حتما. بعد از اینکه اینها رو پاک کردین عزیزان، حالا مثلا من ارزهای دیجیتال کار میکنم، بیاید ارزهای دیجیتال معروف و پرکاربرد رو اضافه کنیم. مثلا من اینجا کلیک میکنم، بعد یه لیست ارزهای دیجیتال رو برای من میاره، بعد من میام و اینها رو اضافه میکنم. مثلا چی؟ مثلا میزنم ارز آدا USDT، بعد که زدم اینجا مثبتش رو میزنم و به لیست من اضافه میشه. حالا من هر موقع دلم بخواد وارد نمودار آدا بشم دیگه تو واچ لیست من از با یک کلیک میتونم بهش برسم و این نمودارش رو برای خودم بیارم و ازش استفاده کنم. دقت کنین از نکته که در مورد این بخش وجود داره اینه که یک دسترسی سریع خیلی کاربردی و جالبم داره، اینه که دکمه رو به پایین و رو به بالا داخل کیبوردتون رو هم اگر کلیک بکنید نمودار رو عوض می‌کنه. مثلا من میذارم دکمه رو به بالا میره نمودار بعدی بالایی و شما میتونید خیلی راحت با این ابزار توی نمودارهای مختلف جابجا بشید و نیاز نباشه ساعت‌ها زحمت بکشین اسم ارزها رو هر دفعه بنویسید. یک بار تو واچ لیستتون میذارید و تمام. پس اگر بخوام یکی از مهمترین کارها رو برای تریدرهای تازه کار بگم اینه که به محض اینکه حساب خودشون در سایت تریدینگ ویو ایجاد کردن بیان و واچ لیست خودشون رو تنظیم بکنن و یک لیست واچ لیست دقیق داشته باشن که تا همیشه ازش
استفاده بکنن. بخش بعدی هم بخش همون آلرت های ما هستش و در مورد آلرت ها صحبت میکنه که خب زیاد مهم نیست. دیتا در مورد دیتا ها میگه، زیاد این بخش هم کاربردی نیست. این بخش آبجکتیری خیلی مهمه. میاد خط روندی که مثلا ما الان با هم دیگه رسم کردیم یا مثلا اندیکاتورهای ما رو میذاریم، میتونیم ببندیمشون و حذفشون بکنیم. مثلا اینجا ستون های حجم وجود داره، من کلیک میکنم و بسته میشه و اینطوری میتونیم اینها رو ببندیم. بخش پایینتر میادش و خب اتفاقات مهم و دسته‌بندی و نمای کلی بازار ما نشون میده. بعد اخبار مهمی که در پیش داریم در مورد پول‌های مختلف که خب اینها زیاد در ارزهای دیجیتال کاربردی نیستند و آیدی ها و همون نظرات من و نظرات بقیه رو میتونیم اینجا بخونیم در این بخش ها و میتونیم نظرات بقیه رو بررسی بکنیم، تحلیل ها به چه صورته. ولی کلهم در این ردیف سمت راست بخش کاربردی خاصی جز همین واچ لیست نیست. اگر بخوام خلاصه بهتون بگم، فقط و فقط روی این واچ لیست تمرکز بکنید که ازش یک لیست کامل برای ارزهای کاربردی همون جفت ارزها مثلا در فارکس اگر معامله میکنید برای خودتون ایجاد بکنید. اما بریم سراغ این ردیف سمت چپ. یکی از مهمترین و اصلی ترین بخش های سایت تریدینگ و همین ردیف ابزار هستش که ابزارهای مختلف رو میادش و ما نمایش میده. دسته اول خب حالات مختلف موس هستش، ما میتونیم بذاریم روی همین حالت خطچین، همون کراس، دات، موس یا همون پاکن ایریزر که بهترینش همین کراسی که ما میتونیم از خطچیناش استفاده بکنیم برای تحلیل خودمون. موس هم حالت خوب و کاربردی، اما این دو حالت دات و ایریزر اصلا کاربردی نیست. بخش بعدی دسته خط روندها. این دسته به ما کمک میکنه که خط روندها و خطوط و محدوده های صاف رو برای خودمون رسم بکنیم. مثلا من این خط روند رو کلیک میکنم، یه نقطه آبی میادشون نمودار، تنظیمش میکنم، مثلا هر نقطه‌ای باشه میزنم کلیک میکنم و به این سمت میکشمش و خط روند من رو رسم میکنه. اینجا این خط روند حالا من الکی کشیدم و به این صورت خط روند رسم میشه. و اما ما میتونیم این خط روند رو به صورت خیلی دقیق و کاربردی هم رسم کنیم. مثلا اینجا رو نگاه کنید، در این بخش ما میام خط روند خیلی دقیق و راحت رسم میکنم و قشنگ میبینیم قیمت اومده برخورد کرده با محدوده خط روند من و به این صورت میتونیم خط روندها رو در این بخش پیدا بکنیم و رسم کنیم. محدوده های صاف و خطوط صاف اینجا هستن که میتونیم با استفاده از اونها خطوط رو بکشیم. دقت کنید دوستان، اگر اول راه ترید هستین هرگز از اینها استفاده نکنید. ازتون خواهش دارم این کلیدهای خلاصش، یعنی مثلا Alt J Alt H رو حفظ بکنید و دست خودتون رو خیلی سریعتر بکنید در تحلیل. بعدا میبینید یه تحلیلی که قراره 1 ربع طول بکشه برای شما که دستتون تندتره 5 دقیقه طول میکشه. ابزار کانال رو هم داریم که میتونید با استفاده از اون به راحتی کانال ها رو رسم بکنیم و در اینجا هستش. و هر کدوم از این ابزارها رو که رسم میکنیم مهم نیستش چه حالتی و کدومی که از اینها هستش، میتونیم ستارهش رو هم فعال بکنیم. ستاره یا همون فیوریتش رو که فعال بکنیم اینجا برامون میاره دسترسی سریع به این ابزار داریم. مثلا من خط روند استفاده میکنم، کانال، همین دو تا رو استفاده میکنم، خب اینجا دسترسی سریع برام میذاره و دیگه نیاز نیست این لیست رو باز کنم و داشته باشم. تنظیمات این ابزارها رو میبینیم که اینجا رنگشه و اینجا رنگ داخلشه که زیاد مهم نیست، میتونیم خالی بکنیم. بعد اینجا PX و یا پهنا هستش که میتونیم پهناشو زیاد بکنیم. بعد اینجا خطش یا حالت خطچین بودنشه. بعد تنظیماتی مبنی بر حالتهای مختلفش داره، مثلا وسطش آیا خط داشته باشه یا نداشته باشه، از راست ادامه از چپ ادامه پیدا کنه، از راست ادامه پیدا کنه کانال من، داخل چه نوشته‌ای داشته باشه، در چه تایم فریم های مثلا ثانیه‌ای دقیقه‌ای دیده بشه یا دیده نشه. اینها رو میتونیم اینجا برای خودمون تنظیم کنیم و بعدش هم تنظیم کنیم میتونیم بزنیم سیو از که دیگه همیشه همینطوری باشه. من مثلا این خط کانال خودم رو اینطوری تنظیم کردم و بعدا هم کانال بخوام بکشم همینطوری میمونه. ببینید عزیزان، این هم کانال دیگه من. بعد حالا بیایم سرفصل بعدی، ابزارهای فیبوناچی. ابزارهای فیبوناچی یه داستان بسیار جالب داره عزیزان. سازنده این ابزارها قبل از اینکه بازار مالی به وجود بیاد فوت شده. قطعا از خودتون میپرسین خب آخه این چطوری ممکنه؟ بازار مالی نبوده بعد ابزارش رو ساخته. نکنید عزیزان، شخصی به اسم فیبوناچی که یک ریاضیدان بوده اومده این ابزارها رو، یک توالی اعداد رو کشف کرده. این ابزارها از روی توالی اعداد اون ساخته شدن و نکته مهمی که در مورد ابزارش وجود داره اینه که معمولا یک مشکلی که داره، شما میتونید با اینها محدوده‌های به عنوان حمایت و مقاومت پیدا بکنید که اگر نمیدونید حمایت مقاومت چیه، خب میتونید مقالات مربوط رو در سایت همبرگر کریپتو بخونید، ویدیوها رو ببینید تا درک بکنید. همچنین ویدیوهای تحلیل تکنیکال خیلی کمکتون میکنه کار کردن با این ابزارها یاد بگیرید. اما کلا بخوام مشکل این ابزارها رو بهتون بگم، یکی که حتما بیاید داخل تنظیماتش این بک‌گراند رو بردارید، زیاد ابزار کاربردی نیستش بک‌گراند. دومش محدوده‌های زیادی داره. باید محدوده‌های
غیر اهمیت داشت و کم اهمیتش رو مثلا پاک کنیم، استفاده نکنیم و فقط رو محدودهای اصلیش تمرکز داشته باشیم و اینطوری میتونیم خب یه ابزار بهتر داشته باشیم و اینطوری دو سه تا محدوده دقیق داره که خیلی بهتر جواب میده. پس حتما کار کردن با این ابزارها رو یاد بگیریم و بی‌گدار ازشون استفاده نکنیم، ممکنه که نتیجه سودسازی نداشته باشه. انواع مختلفی داره، فیبوناچی هایی برای محدوده حمایت مقاومت، فیبوناچی های زمانی رو داریم، فیبوناچی های دایره‌ای رو داریم و اما بخش بعدی ابزارهای گن. ابزارهای گن چیه؟ گن اصلا کی بوده؟ گن قوی ترین معامله‌گر تاریخ بوده. گن کسی بوده که به وین ریت 96 از 100 رسیده. این 100 معامله که می‌کنه 96 تاش سود بوده. و حتی یک مشکلی که در مورد کاش وجود داشته بود این که روش بسیار خاص و روش سخت داشته. یک جاهای کارش میرسیده اصلا به بحث ستاره شناسی. من روی گن تحقیقات زیادی کردم اما بهتون قول میدم توی بحث فارکس و ارزهای دیجیتال این روش جوابگو نیست. گن معامله‌گر بورس بوده، بعدش هم مثلا ارزهای دیجیتال نبوده زمانی که گن معامله میکرده، فارکس هم کلا با این ساختار پیپ و لاتش و الانش وجود نداشته. پس اصلا دنبال این بحث گن نباشید، با اینکه فوق العاده عالی ابزارهاش اما جوابگو نیستش. به این علته که یکی بحث این که این بازارها نبودن، علت دومش اینه که کلا گن خسیس بوده، هیچی به هیچ کس یاد نداده و مرده و متاسفانه اینا هم از روی دست‌نوشته‌اش ساخته شدن و ابزارهای کاملی نیستن. پله بعدی ما ابزارهایی برای کشیدن پترن ها مثلا پترن سر و شانه، دو سقف، دو کف، امواج الیوت رو داریم و امواج الیوت چیه؟ الیوت سبک معاملاتیه که بیشتر بر پای موج شماری، اندازه‌گیری امواج و محاسباتی این چنینی پیش میره که خب باز سبک الیوت نئو هم داره که باز از همین سبک به صورت پیشرفته استفاده میکنه، اون هم جزء سبک‌های خوب بازار مالی هست. پله بعدی و بخش بعدی ما ابزار معامله رو داریم، معامله خرید و معامله فروش. ابزارش اینجا برای ما قرار داده شده. مثلا ابزار معامله خرید رو برمی‌دارم اینجا کلیک میکنم، این ابزار معامله رو برای من میندازه. این پایینش میادش مقدار حد ضرر درصدش می‌نویسه، نسبت سود به ضرر و این بالا هم سود. من میتونم سودمو بزرگ کنم، ضررمو کوچیک کنم، دست خودم تنظیم کنم و بعدش ببین اعداد حد سود و اعداد حد ضرری که برای من می‌نویسه خیلی راحت به صرافی اعلام بکنم و راحت‌تر میتونم تحلیل بکنم. این سطل آشغالش میتونم بزنم و کلاً پاک بشه. یه بخش که میریم جلوتر، بخش معاملات خرید و فروش که هستش، اینا ابزارهای زیاد کاربردی نیستن اما این ابزار اندازه‌گیری خیلی مهمه. برای ما اندازه‌گیری میکنه و مثلا اندازه میگیره، مثلا میگه این تیکه مثلا چند تا کندل، 235 تا کندل 235 روزه، حجمش هم مثلا فلان مقداره و ابزار اندازه‌گیری بسیار جالب و کاربردی هستن. در این بخش قلممو ما ابزار خیلی مهمی نداریم، بیشتر برای نقاشی کشیدن و کشیدن خط و خطوط روی نمودار، زیاد مهم نیست. اما یک ابزارش اینجا از فوق‌العاده است. برای رسم محدودهای قیمتی نیازی دو تا خط صاف بکشیم. میتونید از این مستطیل بردارین و یک مستطیل صاف راحت بکشید و بعد از اینکه این مستطیل رو رسم کنید، خب حالا بیاین رنگش رو تنظیم بکنید و بعد از اینکه رنگ تنظیم کردین خیلی از این دو خط بهتر، کاربردی‌تر و سریع‌تره و ما میتونیم به این صورت این مستطیل و این محدوده رو برای خودمون به عنوان حمایت یا مقاومت رسم بکنیم و استفاده کاملی از این ابزار ببریم. بعد بخش کاربردی دیگه ای نداره. من همه این ابزارهای کاربردی می‌بینیم برای خودم علامت می‌زنم. این ابزار معامله خرید و فروش هم خیلی کاربردیه، علامت می‌زنم که اینجا بمونه. بخش تکست میتونید شما با استفاده از این تکست روی نمودار خودتون چیزی بنویسید که خیلی بخش کاربردی نیست. مثلا تحلیل‌های گذشته میتونید بنویسید که یادتون بمونه. این بخش شکلک‌ها که اصلاً کاربردی نیست. خب میتونید شکلک رو نمودار بنویسید. برای یک تریدر چه احتیاجی به این شکلک‌ها داره و اصلا بخش کاربردی نیست، رد میشیم. خطکش خیلی مهمه. خطکش براتون اندازه میگیره از این پایین تا این بالا، راحت میگه مقدار حرکت، درصد حرکت، تعداد کندل، تعداد روز، حجم، همه چی رو بهتون میگه. خیلی استفاده میتونید ببرین ازش توی تحلیل های خودتون. زوم کردن بهتون کمک میکنه. روی بخش نمودار مثلا اینجا کلیک میکنین، زوم کنید و میادش روی نمودار براتون کلیک میکنه. بعد میایم بخش بعدی، بخش مگنت ها. این مگنت ها باعث میشه شما به پیکسل های مختلف و کندل های مختلف بچسبید. نگاه کنید من الان میذارمش، نگاه کنید میخوام مثلا بکشم، ببینید قشنگ میادش به پیکسل های مختلف برای من میچسبه، ولی زیاد کلا ابزار کاربردی نیستش و خیلی دستتون رو خطا میبره و خط میزنه. بهتر ازش استفاده نکنید. اگر تحلیلی که کردین رو نمودار نمیخواین ببینید و میخواین که کلا این تحلیل ها رو خاموش کنید، فعلا نبینینشون، اما حذف نشه، این چشم رو میزنید تحلیلاتون رو خاموش میکنه. میتونید مثلا چشم رو بزنید فقط تحلیل هاتون یا فقط اندیکاتورها و کلا هر چیزی رو خاموش بکنه.
و این دست خودتونه. اگرم میخوایم پاکشون بکنیم، اینجا بخش پاک کردن گذاشته و شما میتونید به راحتی بیاین این تحلیل ها رو روی نمودار پاک کنید. خیلی راحت و سریع و کاربردی. اما اینجا یه بخشی وجود داره عزیزان، اگر این بخش رو بلد نباشین باور کنید تحلیل های شما اشتباه میشه توی نمودار. من میرم تو تایم فریم هفتگی. دقت کنید عزیزان، در بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال حرکات بر چه اساسیه؟ درصد. سود و زیان بر اساس درصده. نمودارها باید حتما این ال روشن باشه داخلش. چرا؟ چون حرکات درصدی و نمودارهای لگاریتمی حرکات رو بر اساس درصد دسته‌بندی میکنه. اما نموداری مثل فارکس که حرکاتش درصدی نیست و بر اساس پیپولاته، باز باید این درصد رو خاموش کنین عزیزان و لگاریتم رو خاموش بکنین. مثلا نگاه من این نمودار ارز دیجیتاله، من لگاریتم رو خاموش میکنم چقدر به هم میریزه و کلا عوض میشه، حتما این لگاریتمی روشن میشه. این ای هم برای تنظیم نمودار، مثلا نمودارتون مثلا یکم به هم میریزه و خراب میشه، این ای رو روشن کنید فقط نمودارتون رو مرتب میکنه. اما این ال دونستنش واقعا براتون واجبه عزیزان. خب اینم اندیکاتورهاتون که اینجا میاد، شما میتونید پاکش کنید و بریم سراغ بخش آخر، بخش تنظیم بخش‌های مختلف و ابزارهای مختلف نمودار که شما میتونید اینجا راست کلیک بکنید، اینجا چارت رو مثلا ریست بکنید، بعد آلرت بذارید، بعد کلور تم رو سفید یا مشکی بکنید و یا مثلا بیاین تو تنظیمات. این تنظیمات خیلی مهمه. شما میتونید رنگ کندل ها رو تنظیم کنید. مثلا من یک رنگ اضافه به کندل ها میدم، یه رنگ سبز خیلی قشنگ اضافه میکنم، بعد قرمزش رو هم همینطور زیبا میکنم و میتونم رنگ چارت خودم رو قشنگ بکنم. خیلی راحت میتونم رنگ چارت قشنگی به خودم بدم. بعد اینها رو تنظیم کردم، میتونم مثلا چارت خودم رو کلا بذارم روی مشکی. روی مشکی گذاشتم، باز اینها رو تنظیم کنم. اینها که تنظیم کردم باز میتونم حتی رنگ پس زمینش رو تغییر بدم و بخش‌های مختلفش که با هم دیگه بررسی می‌کنیم و اینجا بخش زیباسازی چارت هستش. بعد اینجا میادش توضیحاتی میگه چیا نشون، مثلا لوگوی اینجا رو نشون بدم. خب من میذارم خاموشش کنم دیگه نشون نمیده. باشه بهتره، اینا زیاد نیازی دستش بدین. تایتل ها و اینها، اسکیل نمودار، اینها مهم نیست. اگر که شما میخواین با بخش‌های مختلف تنظیم نمودار استفاده کنید، این بخش استیتوس و اسکیل زیاد مهم نیستش، اما بخش کانواس مهمه. بخش کانواس میایم شما اینو میذاریم رو سولید، ببینید اینو میذارمش روی مشکی، این بخش رو خاموشش میکنم، کلا میذارم نان و بعد کراسر و این خطچین موس خودم رو سفید میکنم و پهنش میکنم. میبینید چقدر قشنگتر شد. اینجا رو هم میام و سفیدش میکنم، اعداد قیمت قشنگتر میشه. و الان من یه چارت مشکی دارم که به چشم من آسیب نمیزنه. اگر موس دارین پیشنهاد میکنم این بخشا به کارتون نمیاد، میتونید این نویگیشن رو خاموش بکنید و به این صورت میتونید این بخش اضافه رو خاموش کنید. این بخش تریدینگ دکمه بایوسل استفاده نمیشه معمولا، میتونید خاموشش بکنید و کلا این بخش برای تنظیم رنگ نموداره و زیاد به بخش‌های دیگه کار نداره. بعد تو بخش ایونت هم میتونید مثلا این تیکاشو فعال بکنید و ایده ها رو روی نمودار ببینید، اما فقط این تیک اخبار رو فعال بکنید که این اخبار مهمه توی نمودار بهتون نشون بده. و یادتون باشه در زمان اخبار هرگز عزیزان معامله نکنید، اخبار رو ببینید و مثل الان مثلا همین امروز که اخبار داریم، همین هفته باز میخوام که اخبار داریم و روزها و ساعت دقیق اخبار، نه که بگیم دقیقاً کل روز رو معامله نکنیم به علت اخبار، بلکه فقط در ساعت دقیق اخبار که مثلا اینجا هستش میتونیم معامله نکنیم که خیلی بهتره. و اینجا به صورت کلی در این بخش تنظیمات ما میتونیم بیایم و بخش‌های رنگی و خوشگلی نمودار رو تنظیم بکنیم. خب امیدوارم که کامل بخش‌های مختلف تریدینگ ویو و ابزارهای مختلفش رو یاد گرفته باشین. سوالی چیزی داشتین حتما برای ما بفرستین در کامنت ها و یا در دایرکت اینستاگرام، میخونیم و حتما پاسخ میدیم. امیدوارم شاد، موفق و پیروز باشین. فعلا خدا نگهدارتون.